با سلام، خسته نباشید. یه ابزار درست کردم برای پین اهرم کلاج 405 سمن. یه دونه جک جعبه فرمون داریم که من اینجا یه خلاقیت به خرج دادم. یه بوکس معمولی خراب داشتم، قشنگ سنگ گرفتم، اینجا برشش دادم، جوشش دادم بهش، داخلشم یه مهره‌ای که بخوره به همون بوش گذاشتم و دور تا دورش رو جوش دادم. اینطوری هم میتونیم اینجوری راحت ببندیمش داخل همون پیچ و دوبارم اینجوری بکشی راحت در میاد. یه ابزار کاربردی دیگه، نیاز نیستش که انبر قفلی ببندی، چکش بزنی، هم انبر قفلیت خراب بشه، همین که قطعه رو کار خراب میشه، مشتری میبینه و راضی نیستش. و این ابزار عالیه.